رئیس جمهور تاجیکستان افغانستان را منبع خطر می‌داند که در همسایگی کشورش قرار دارد. امام علی رحمان در میان رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از افزایش قاچاق مواد مخدر و خطر تروریسم هشدار داد و کوشید توجه جهانیان را به وضعیت بی‌ثبات همسایه‌اش جلب کند. این نگرانی از بی‌ثباتی نگرانی دیگر رهبران آسیای میانه نیز بود. رئیس جمهور ازبکستان مثلا گفت وضعیت افغانستان می‌تواند بر امنیت جهانی تاثیر بگذارد. آسیای میانه از چه چیزی ترس دارد؟ بی‌ثباتی افغانستان چقدر امکان سرایت به آن سوی آمودریا دارد؟ این بحث روز است. سلام بر شما، به بحث روز خوش آمدید. من وحیده پیکار هستم. مهمانان من در بحث امروز متین محمد خیل، کارشناس امور نظامی از کابل می باشند که بعداً خواهد پیوست، مسلم شیرزاد، فعال سیاسی، و رجب سفروف، رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر. کنیم این که صدای تاجیکستان بلندتر از دیگر کشورهای آسیای میانه است. این کشور چه خطر احساس میکند از ناحیه افغانستان؟ هر لحظه میتونه تشکیل بده و تهیه بکنه و مثال خیلی روشن یک ماه قبل از این امری که یک گروه طالبان افغانستان به خاک تاجیکستان حمله کردند و تاجیکستان مجبور بود با عکس العمل خیلی جدی نشان بده و چندین نفری آنها را به هلاکت دچار کرد و آنها عقب نشینی کردند و دیدن که پس از اینکه برنامه‌های این یک گروه کوچولویی نیست، در اونجا اونها برنامه‌های درازمدتی خودشون دارن که شاید دولت رسمی افغانستان گروه طالبان از اون خبر هم نداشته باشه. ما الان خیلی از فکر آن که گروه طالبان داره مدیریت میکنه چون این حرکت‌های غیر دوستانه و غیر همسایگی را از اون فکر خیلی دور هستیم، ولی واقعیتش یک چیز خیلی روشنه که گروه طالبان الان مدیریت افغانستان رو در خیلی حجم کوتاه، شاید در اطراف یا در مرکز کابل داشته باشه و دیگر هر چی که در افغانستان میشه مسئولیت رو واقعا نمیتونن بپذیرن. بنابراین الان از جانب آقای امام علی رحمان که هر حال سری خادم حاکمیت تاجیکستان هستند و محبوبیت تقریبا 90% جمعیت را دارند و با انتخابات سری حاکمیت میان و برای پست رئیس جمهور مردمی تاجیکستان دونه بدونه و یک به یک رأی می آورند و رأی دیگه آزاد و کاملا انتخابات مردمی برگزار میگرده. بس استقلالیت این نباشه، استقلالیت اون چیه که یک گروه از آسمان افتاده یکی اکبره با اتفاق